سلام بچه ها، با یک ویدیوی دیگه همراه ما خوش آمدین. خیلی خوشحال هستم که بازم همراه شما هستم. امروز ما شما چند تا کلمه فوق‌العاده و پرکاربرد به جای کلمه بیوتیفول استفاده میکنیم و یاد میگیریم و دیگه هر روز از کلمه بیوتیفول استفاده نکنین. به جای بیوتیفول که است، از چند تا کلمه دیگه میشه برای شما میگم. از این بعد از این استفاده کنین. به جایی که از این به بعد یک شخصی را که بگیم you are beautiful، به جای از این کلمه استفاده کنیم you are very pretty, you look great, you look hot, you are super cute, you are very charming, you look like an angel.